خوشی و قند دسمال بیا در جان مبارک خوشی و قند دسمال. نامزد شدن خوشبو احمدی با پسر پاکستانی. شوهر سابقش کجاست؟ این مرد پاکستانی با اولادهایش چی کرده است؟ برای فهمیدن تمام این حقایق بیننده ویدیوی ما باشید. سلام و سلامتی، ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب من. خوشبو احمدی هنرمند تازه کار که در سال 1361 در چردی کابل دیده به جهان گشود. خوشبو در کودکی مادر خود را از دست داده و نزد مادر اندر بزرگ شده بود. خوشبو تنها دوره مکتب را به اتمام رسانیده و تحصیلات عالی را نداشته است. خوشبو احمدی در 25 سالگی با یک مرد 40 ساله افغان ازدواج کرد. خوشبو در برنامه پرطرفدار ستاره افغان اشتراک کرده بود و توانست مقام هفتم را از آن خود بکند. بعد از ختم پروسه ستاره افغان، خوشبو احمدی آهنگ‌های فراوانی به بازار هنری عرضه کرد و توانست طرفداران فراوانی برای خود کسب کند. بعد از اشتراک خوشبو احمدی در ستاره افغان، شوهرش وی را با 3 فرزندش تنها گذاشت و به جرمنی رفت و خوشبو احمدی برای پیدا کردن لقمه‌نانی برای فرزندانش کار در آرایشگاه را آغاز کرد. اما از بخت بد خوشبو احمدی، رژیم حاکم بر افغانستان تغییر کرد و بازار کار هنرمندان سیاه شد. خوشبو احمدی با تلاش‌های فراوانی که داشت نتوانست در روند تخلیه به یکی از کشورهای اروپایی برود. فقط توانست به پاکستان برود و در آنجا در محافل خوشی هموطنان ما و پاکستانی ها اشتراک میکرد. این در حالی بود که چند مدت قبل خوشبو احمدی در یک لایف که داشت گفته بود هزینه مصارف وی در ماه $10,000 است. اما جالب اینجاست این مقدار پول را از کجا میکند؟ جدیداً خوشبو احمدی با نشر تصاویر از جریان محفل نامزدی خود با پسر پاکستانی از علاقه‌مندان خود آرزوی خوشبختی برای خود کرده است. اما منابع نزدیک برای ما میگوید آن مرد پاکستانی به شرط با خوشبو احمدی نامزد شده که پسران خوشبو احمدی باید به پرورشگاه نگهداری شود و خوشبو احمدی هم قبول کرده است. به هر صورت ما برای خوشبو جان احمدی پیوند جدیدشان را تبریک گفته و به پای هم پیر شوند. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را پیرامون این در کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا درود دیگر، بدرود.